از بیبراری چه تهمت ها که می بندند بازند. بینندگان عزیز، برنامه عرض مهر ادامه دارد و در ادامه برنامه آسیما عزیزова از ناحیه فیض‌آباد اینچنین اشتراکچی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من است. مهمان برنامه ما می باشند و برای ما و شما و برای مادران گرامی قدر و مهربان یک ترانه اجرا خواهند کرد. البته این برای مادران مهربان دلسوز از جانب برنامه عرض مهر هدیه می باشد. مرحمت. نکردم خدمت چندین به مادر، وگرنه دور بودم از بری او. تنم را لرزه گیرد در زمان رسد بر یادی من چشمی تری او. ندارم میبری عالی تر از او، بود درگاهی مادر میبری من. سری سبزم همیشه در امان است، بود مادر دعاگوی سری من. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. یاد داشت آگهی پر و بال خیش، لیک میلی جدا شد از منو از پدر نداشت. در کودکی به مادری خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیبی منو لحظه زر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود، حتی بدوش بال و پری هم اگر نداشت. شبه که مادرم مهمانی من بود، وای هوای شهر بوی دهمه کرد. از آن که قبلگاهم بیستری بود، وای دعا و سجده سوی دهمه کرد. دعا و سجده سوی دهمه کرد. به کنج خانه به حولی من فرو می رفت بر خود خاموشانه. به کنج خانه به حولی من فرو می رفت بر خود خاموشانه. نگاهش بر نگاهی من همه دور، چی گم کردم در اینجا آشیانه. ایا مادر، ایا مادر، تو میدانی با علم نویسم شعرهایت، با علم برد خوابم ببالین. ایا مادر تو میدانی با علم دست و پا کوبم بجایم.
شبه که مادرم مهمانی من بود وای هوای شهر بوی ده همه کرد از آن که قبله هم بیستری بود وای دعا و سجده سوی ده همه کرد دعا و سجده سوی ده همه کرد دعا و سجده سوی ده همه کرد. صدای تو صدای ریزش باران، صدای تو غریو آبشاران است، صدای تو نوای چشمه کوهی که درمان دل شوریده حالان است. بهترین هدیه بود از جانب آسیما عزیزا و اشتراکچی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من است از ناحیه فیضاباد و ما باور داریم که با این صدای جذاب در آینده آسیما بانو یکی از هنرمندان خوبی ملت تاجیک خواهند شد. شما